با درود به همه دوستان، تو این ویدیو میخواستم در مورد چگونه دعوتنامه فرستادن برای پدر و مادر صحبت کنم. حالا میگم برای چی پدر مادر، چون که توی دانمارک قانون اینه که فقط شما میتونید برای پدر مادرتون دعوتنامه بفرستید. به غیر از این هیچ راهی برای خواهر، برادر یا اعضای خانواده ندارن. متاسفانه این قانون دانمارکه. اولین قدمی که باید انجام بدید، شما یه فرمی الکترونیکی هست که باید پر کنید با پرسون آیدی که توی دانمارک هر شخصی برای خودش یه پرسون آیدی داره. اونو باید اول الکترونیکی پر کنید و به شما یه دونه کد میده که بعداً باید این کد رو توی ویزیون گلوبال استفاده کنید برای وقت گرفتن و فرم اصلی رو پر کردن. من تمام لینک هایی که نیاز دارید برای اینکه شما یه دعوتنامه برای مادر پدر بفرستید و همه رو لینک میکنم و میتونید راحت برید در داخلش و اونو پر کنید. حواستون باشه که این فرم دعوتنامه رو که پر میکنید 6 ماه مهلت داره. شما باید تاریخ ها رو جوری محاسبه کنید، چون وقتی که میخواین وقت از کنسولگری دانمارک تو ایران بگیرید حدود 2 تا 3 ماه، حالا بستگی داره نمیشه دقیقا، ولی این حدود به شما وقت میدن و وقتی که شما مدارکتون رو تحویل دید حدوداً 40 تا 50 روز هم جوابدهیشون هست. شما باید اینو طوری تنظیم کنید که تا 6 ماه تو این دوره 6 ماه باشه. شما وقتی این صفحه که شما میبینید توی نوی دانمارک نقطه دیکی هست، اینجا برای دعوتنامه است. شما این گزینه هست، حالا میتونید به انگلیسی هم تبدیل کنید. گزینه صفحه بعد رو میزنید. وقتی که توی صفحه بعد میاد شما یه گزینه دارید برای میت آیدی، حالا میت ایدی. شما اینجا باید لوگین کنید. وقتی لوگین میکنید شما خیلی همه اینجا اسم و مشخصاتی دارن که شما اینجا می نویسید، حالا هرچی هست. وقتی که دکمه ادامه رو میزنید یه اپلیکیشنی که روی موبایل هست که خب خیلی کسایی که توی دانمارک زندگی میکنن همه اینو بلدن، توی میت آیدی رو باز میکنه و شما اکسپت میکنید و شما میتونید شروع کنید به پر کردن این دعوتنامه. یکی چیز خوبی که هست وقتی شما این با حالت میت آیدی ورود پیدا میکنید بیشتر مشخصات شما رو میاره. شما فقط باید مثلا دعوتنامه رو برای حالا مادر، پدر و هر شخصی هست اونجا اسم، مشخصات، کد پستی، آدرس خونه، ایمیلی که هست، ولی خب میتونید ایمیل خودتون رو بدید، ولی کد پستی و آدرس خیلی مهمه و تلفن، چون تلفن بعضی وقتا چیزایی کم بود باشه از مدارک زنگ میزنن و میگن مدارکتون کمه و باید بیارید. اینا رو میتونید وارد کنید. مدت زمانی که میخوان اقامت بگیرن که حدوداً دیگه 3 ماه هست و که مثلا شخص مثلا میخواد هزینه رو طرف کسی که میاد میده، پدر مادر میخواد هزینه تمام سفر رو بده یا شخصی که دعوتنامه رو میفرسته. اینا رو پر میکنید و بعدش که تموم شد به شما یه دونه کد میده که این کد رو حالا عکس بگیرید و یه جایی بنویسید که اینو حتما باید داشته باشید. مرحله بعدی که شما باید برید یه سایتی هست به نام VFS Global که اینم لینکش رو میذارم که اینجا میتونید برای حالا که کشور زیادی هست شما میتونید اینجا خودتون انتخاب کنید. از ایران میخواین درخواست بدید به کشور دانمارک میزنید اینجا و خودش یه سر شما رو میبره توی سایتی که هستش. خب وقتی که این سایت باز میشه شما بعد برای درخواست ویزا و همچنین درخواست جدید ویزا، چون اینجا باید یه مبلغی رو پرداخت کنید که حدودا 80 یورو باید باشه و اینکه شما یه وقت بگیرید از کارگزاری که برای همین وقت گرفتن حدود 400,000 تومانه که شما با کارت های بانکی ایرانی باید پرداخت کنید. این 400,000 تومانه که این پولم پرداخت میکنید بعدا به شما کارت هدیه میدن وقتی شما میخوان بگن آقا حتما میایم. برگشتش رو شما پول نقدی نمید، بیشتر کارت هدیه تا اونجایی که مثلا پدر مادرمون اومدن یا کسایی دیگه صاحب همینجوری کارت هدیه برگردوندن. و یه نکته مهم این که وقتی میخواین وقت بگیرید
وقت فقط از همین سایت میشه گرفت و هیچ کسی نمیتونه بگه من وقت سریعتر میگیرم یا وقت تو جلو. وقتی شما این کار انجام اون شخص هم از همینجا میره و حدود 3 ماه 2 ماه 3 ماه میگم بستگی داره. هیچ راه دیگه ای جز این نیستش که مثلا شما بگید یه وقت دیگه تلفنی باشه یا من برم حضوری. هیچ حضوری نیست، فقط از همینجا باید وقت بگیرید. وقتی شما مثلا شروع میکنید برای درخواست دادن، شما مثلا میتونید اینجا تمام گزینه ها رو ببینید، ولی متاسفانه یک بدی این سایت اینه که فقط هم انگلیسی هستش. ولی خب شما میتونید از ترجمه گوگل استفاده کنید، همون لحظه بزنید، چون چیزهای خاصی فقط زده چه شرایطی هست و چی کارها باید بکنید، مثلا چه چیزهایی لازم هست. و اینکه من تمام مدارکی که لازم هست رو اتچ میکنم بر شما میذارم اون پایین و شما میتونید ببینید. ولی حتما میتونید با تماس گرفتن یا اینکه سایت ها باز نگاه کنید که مدارک دیگه‌ای لازم نیست. شاید بعضی وقتا شرایط فرق میکنه، قانونا فرق میکنه، مثلا یه چیز اضافه میخوان، ولی من تمام اون مدارکی که تا الان فرستاده و میخواد درخواست ویزا کرده رو میذارم که ببینید چیا هستش. حالا وقتی دکمه شروع اینجا میگه که آماده اید برای اینکه بخواید کار رو انجام بدید، وقتی شروع رو میزنیم، استارت انجام بدیم، خب میاین قسمت برای وقت گرفتن که یه سری توضیحات داده که حتی اینجا قیمتش رو گفته، اینقدر برای هزینه وقت گرفتن هست که با کارت های ایرانی و چقدر طول کاری و اینجور چیزها رو توضیح میده تا میدید این پایین که برای استارت اینجا انجام بدید. خب وقتی میاد توی صفحه جدیدی که برای شما باز میشه، اینجا باید یه مثل حالا هر چی، مثل فیسبوک یا هر چی که مثلا شما میخواین ایمیلی رو باز کنید، شما باید یه ایمیل آدرس و یه پسورد داشته باشید. ولی خب برای بار اول هستید، شما میاید توی قسمت نیو، کسی که جدیده اینو باز میکنید برای بار اول. کسی که بار اول هست، کسی که دارن همون لحظه خب میتونن ایمیلشون رو بدن و پسورد رو بدن نصفش. شما مثلا اسمو هر چی هست میزنید، فامیلی، اون ایمیلی که میدونید مثلا بیشتر باهاش کار کنید، و حتما یه موبایل معتبر و یه پسوردی بدید اینجا که مثلا بعد اینجا رو تایید میکنید، چون حتما باید بگید آقا این اطلاعاتی که دادم تایید میکنم و اینجا کد رو میزنید. وقتی که اینو زدید شما این گزینه رو میزنید و برای شما یه ایمیل ساخته میشه که شما یه ایمیل برای این VFS Global ساخته میشه، میگید داخلش برید. وقتی اینو انجام بدید میرید دوباره صفحه‌ای که اومده اینجا باز میشه که شما بذارید دوباره باز بشه، میزنید ایمیل، اون پسوردی که هست رو میزنید و شما وارد میشید برای وقت گرفتن. تا اینجاش رو که توضیح دادم و اینکه شما ایمیل رو دریافت کردید و پسوردتون رو زدید، شما میتونید به VFS Global داخل بشین و در اون قسمت شما دقیقا میتونید تاریخ که چه زمانی، میگم حواستون باشه که حدوداً 2 تا 3 ماه وقت میبره که به شما بگم مدارکتون رو تحویل بدید. پس وقتی شما مثلا دعوتنامه اولیه رو که اون کد رو که گرفتید پر کردید، با اون تاریخ محاسبه کنید که چه تاریخی است و حتی اون مدت زمانی که میخوام به شما جواب بدن که یه جوری نشه که اونور 6 ماه بگذره اون ویزای اولیه‌تون تاریخش اعتبارش از بین بره، بعد دوباره زنگ بزنن میگن نه دوباره شما باید از اول شروع کنید. اینها رو پر میکنید و یه سری اطلاعات از بابت اینکه اگر فامیل درجه یکی مثلا شما خواهری برادری توی کشورهای اروپایی دیگه است، اینا رو از شما سوال میکنه. دوباره همون سوالای قبلی که چه مدت زمانی میخواد بمونن، چه کسی میخواد هزینه ها رو پرداخت کنه و اینکه کی میخوان وارد بشن، کی میخوان خارج بشن و برای چی میخوان بیان. اینها چیزهایی است که سوال میکنه و حتما تمام اینها دوباره آدرس، کد پستی، حالا چه شما رو که خب 100% دارم وقتی با آیدیتون که وارد شدید، ولی برای خانواده باید حتما آدرس، تلفن و کد پستی رو وارد کنید. این 3 تا خیلی مهمه که توی اطلاعاتتون رو داشته باشید. و میگم تمام
اون مدارکی که لازمه رو من دوباره پایین می نویسم و امیدوارم که این اطلاعات برای شما مفید باشه و اگر سوالی بود در خدمت هستم و تمام جواب سوالهای شما رو میدم.